سر یکی رو شکوندم. تو خود چند ساله بودی؟ 11. وای چند ساله بود؟ اون 16. تاجیکا، ایرانیا، سمرقند، بخارا. این چیزایی که ما صحبت کردیم اینه فیلم نمیبره. و صحبت ما زیادش. دو محاربه پس محمد حیبری در UFC میشود انشالله. 80% من نمیتونستم نفس بکشم، ولی من به عشق مردم پارس میجنگم. از شاعران، از نویسندگان فارس زبان، فارس تاجیک کی رو با ما بزرگترین تاریخ دنیا رو داریم. برادری ما کی از پامیر، کی از هیرات، کی از تهران. همسر داریم؟ یعنی خانه‌دار شدیم؟ تو میدونی ما ایرانیا میخوایم زن بگیریم، خب همیشه یادت باشه از کجا رفتی، از کجا اومدی. باید به همه یاد بدی پارس زبان، اینو باید به همه نشون بدی. حتی وقتی که بچه دار شدی به بچه خودت نشون بدی فرهنگ پارسی رو. من برادرم مترو، از مترو تا کافه ما 3 دقیقه راه از برادرها. تمام طعام‌های ملی هست. شما تنها بیایید و ما در خدمت شما. من با شما سامانه alabum.com رو توصیه می‌دهم. شما تنها پول تلفن رو می‌دهید و برده رسانیدنش به همه شهر و ولایت‌های روسیه بپول است. صفت عالی و نرخ دسترس در alabum.com. السلام علیکم دوستان عزیز. امروز در مهمانی ما در چایخانه برادر ما خورشید جان با زبان فارسی دری تاجیکی صحبت میکنیم با شیربچه فارس برادر ما محمد خیبتی. محمد جان السلام علیکم. و علیکم سلام. خوش اومدی. مرسی، ممنون. ما تاجیکا میگیم همه 100%. همه چیز خوبه، همه چی عالیه. 100% همه چیز خوبه. ماشاءالله. محمد جان کمتر نقل که برای چی محض تو MMA رو دوست داشتی؟ چرا MMA؟ خب من از سن 6 سالگی شروع کردم به ورزش رزمی. رزمی رو شروع کردم. برادر بزرگم علی منو آموزش داد، مربی من بود تا سن 14-15 سالگی. بعد رفتم داخل تیم ملی وشو. 6 سال اینا داخل تیم ملی وشو بودم. بعد رفتم خدمت سربازی. بعد از اونم که اومدم رفتم چین. از چینم اومدم روسیه دیگه، موندگار شدم داخل روسیه. کلا از بچگی علاقه داشتم به رزمی. به رزمی. بچه هم که بودم تو خیابون خیلی دعوا کردم. جنگ میکردی که آره میزدم. بسیار میزدی؟ نه آخران بار کسی اذیتم میکرد میزد. آخران بار در کوچه در ایران چند ساله بودی جنگیده بودی؟ 11 ساله بود، زدم سر یکی رو شکوندم. تو خود چند ساله بودی؟ 11. وای چند ساله بود؟ اون 16. محمد جان ما تاجیکان در خراسان هم هستیم و قهرمان داریم. اگر تو بدونی قهرمان ما این احمدشاه مسعود است، قهرمان تاجیکان دنیا. از این کلاه میخوام با تو تحفه کنم برادر. مرسی، ممنون. خیلی هم قشنگه. احمدشاه مسعود برای صلح در تاجیکستان امروزه بسیار خدمت‌های زیاد کرده است. احمدشاه مسعود برای تاجیکان فارسان تاجیکان بسیار یک مردی بود که میگفت من ایرانی نژاد هستم. ماشاءالله میگفت بهترین مرد بود. مرسی، ممنون. خوش دوام میدیم. یکی از اینترویوهای ژورنالیستان روز زبان گفتگی بود که در ایران تو قهرمان ایران با گشتینگ ملی هستی در ایران. آره من بازیکن تیم ملی ایران بودم با باش. و او گفت که وقتی تو با داغستان اومدی با یکی از ها اومدی گشتینگ گرفتی و در اونجا تو رو مغلوب کردن. روز اول که رفتم داغستان رفتم داخل سالن، بعد یک نفر یه آدم 60 کیلو مثلا من 75 کیلو بودم، یه نفر 60 کیلو بود، منو گرفت خفم کرد. زادوشی خفم کرد. بعد من تعجب کردم، بهم برخورد. خب بهم برخورد دیگه. اونجا خیلی تمرین کردم، کشتی رفتم گرفتم، کشتی رو تو داغستان، کشتی آزاد، کشتی رو تمرین کردم. بعد اون کم کم همه رو زدم. ولی خب داغستانی کشتیگیرا معروفه، ولی دیگه الان مثلا اونجوری نیست دیگه. الان منم آدم سختی شدم، آدم قوی شدم. برای چی تو محض دوست می‌داری همین MMA که روسا ترشتاک میگن کو همین چیز رو نقض می‌بینی؟ تو برای چی ترشتاک؟ ببین داخل ورزش MMA این یه بیزینسه. بیزینس است. یعنی من ورزشکار وقتی میخوام درآمد داشته باشم، خب اون
سازمان اونم میخواد پول در بیاره. میفهمی چی بله، میگم؟ بله. یکی به خاطر این، یکی هم به خاطر این که خب تو همیشه باید تو دید مردم باشی، مردم تو رو ببینن. خب و کلمه ترشتوک داخل زبان فارسی از زبان قدیم ما این کلمه رو داشتیم، ترشتوک. فهمیدی؟ ما اینو داخل زبان پارس ترشتوک هست. معنیش چی هست این؟ ترشتوک من یادم رفته ولی خب بعد بهت میگم. ما کلمه به نام ترشتوک داریم و نه که ما مثلا جنگ واقعی بکنیم. ما داخل زبان پارسی یک کلمه داریم ترشتوک. بله بله. میفهم چی میگم؟ بحثی صحبتی. میدونی که داخل تئاتر اونا هم ترشتوک میکنن. میدونی چی میگم؟ بله بله بله. اینا همه چیزای پارسی هم. مردم بسیارتر جلب شوند. بله. پیش از اون صحبت‌های زیاد بله. شناسایی میکنن با این مردم. تاجیک زبانان، تاجیکانی که فارس زبان هستن، آنها با تو هم صحبت میشدن وقتی که تو مشهور نبودی؟ مشهور نبودم. من زیاد تاجیکا رو ندیدم چون داخل داغستانم. ولی وقتی که تاجیکا می اومدن توی اون سالن، مثلا من باشون صحبت میکردم، با فارسی باشون صحبت میکردم، خیلی هم خوشحال میشدم چون خب میدونی که دوری از خانواده هیچ فارسی نیست. من اونجا مثلا یه تاجیک هم زبان خودم میدیدم، خیلی خوشحال میشدم. سریع شروع میکردم باش فارسی صحبت کردم، خیلی خوشحال میشم. روزی که شروع کردم به ترشتوک کردن و معروف شدم داخل یوتیوب، اینا تاجیکا، داغستانیا، ایرانیا، اسیتیا، سمرقند، بخارا، خیلی از اینا منو حمایت کردن همیشه. میدونی چی میگم؟ تو حس کردی دربند، آذربایجان. تو درباره فارسان سمرقند و بخارا گفتی آنها بسیار تو را دستگیری میکنن از سمرقند و بخارا. آره من نمیدونستم ولی اونا خیلی خوب فارسی صحبت میکنن. آنها هم تاجیک هستن. آره خیلی فارسی خوب صحبت میکنن سمرقند و بخارا. اول من فکر کردم این شمال تاجیکستان، بعد ازبکستان. درسته؟ برای مردمی تاجیک، برای مردمی فارسی زبان چی تمنیات داری؟ چی گفتن میخوای؟ من میخوام بگم که ببین ما پارسیم. پارس ها نه تنها ایران، تاجیکستان، افغانستان، ببین من الان اسمی ها سمرقند، بخارا، اسیتیا، داخل داغستانم پارسی زیاده. من خیلی دوستا خودم پارسی هم. دیگه ما باید پارس رو گسترش بدیم. باید نشون بدیم پارس ها چقدر قوی و بزرگ هستن. حس کردی دستگیری مردمی که مثلا گفت گفتی درباره سمرقند و بخارا گفتی، تو حس کردی دستگیری آنها رو در آن فایتی که در فایت نایت کردی؟ پارس ها، تاجیکستان، افغانستان، ایران. الان افغانستان رو میگم دولت خراسان افغانستان که آنها خراسان. آره اونا هم پارسن. درست میگی تو. به اینا میگن خراسان دیگه. الان اسمش عوض شده من نمیدونم ولی ما همه پارس هستیم. درسته تو داخل تاجیکستانی، من داخل ایرانم، فرق نداره. ما باید زبانمون، فرهنگمون رو گسترش بدیم، به همه نشون بدیم، قدرت پارسی رو نشون بدیم، زبان پارس رو نشون بدیم و باید فرهنگ رو به مردم نشون بدیم و خوب جلوه بدیم. محمد جان خدا خواهد بازی دوباره که تو میکنی که در فایت نایت تیاریت رو دو چندانه سخت کن، بقوت‌تر کن. میدونی برای چی؟ برای چی؟ برای اینکه ما تمام تاجیکانی که در مسکو هستن، ما زیاده از 1 میلیون هستیم. ما میبینیم تو رو دستگیر میکنیم. من اینو میدونم. تاجیکا خیلی لطف دارن، میان همیشه. پارسا میان همیشه تشویق میکنن، منو حمایت میکنن. من همیشه برای مسابقه بعدی، مثلا این مسابقه ما انجام دادم، درسته؟ مسابقه بعدی 100 برابر قوی تره انشالله میشم. آره انشالله. وقتی داخل قفس بودم عریف من یه مشت زد داخل کلیه من. مردم پارس خیلی صدا میکردن، تشویق میکردن.
هرچند که من نمیافتم، میدونی چی میگم، من زندگیم روی اینه، من نمیافتم، ولی مردم پارسم تشویق میکردن، حمایت میکردن، من تا آخرش جنگیدم، ماشاءالله. پرچم پارس نگه داشتم، بالای بازی رو بردم. در آخر تو گفتی یک کلمه تاجیکستان با پیش. آره از کجا گرفتی این گپ رو؟ خب بچه‌ها تاجیکستان اینو میگن، من اونجا یاد گرفتم. آره. چی نقشه داری؟ چی میخواهید در همین سپورت؟ ما یعنی برادر منیجر من امیر. آره اون رضوان هست منیجر خبیب، به امیر پیام داد، گفت این ایرانی رکوردش 5-0 بشه، ما قرارداد داخل UFC براش میگیریم، ما میتونیم ببریمش UFC. منم میخوام با حریفای پرقوت قوی مبارزه بکنم، من نمیخوام آدم ضعیف بزنم، من اصلا آدم اینجوری نیستم. من 2 تا بازی دیگه مونده، 2 تا بازی قوی میکنم، بعدش میرم داخل UFC. 2 محاربه پس محمد هیبتی در UFC میشود انشالله. تو مقصد داری که میسوری گپ کمربندی فایت نایت رو باید بجنگ برای کمربندی فایت نایت؟ ببین این حریف من بازی قبلیش سر کمربند فایت نایت بوده. خب من اینو بازی کردم، الان ریتینگ من بالا اومده، میدونی چی میگم؟ یه بازی دیگه میکنم، یه بازی خوب. اگه چهارشنبه من یه حریف خوب برمیدارم، ممکنه بازی پنجم که واسه 5-0 میخوام مبارزه بکنم، اون بازی سر کمربند به من بدم، ولی میخوام سر 66 کیلو مبارزه بکنم، نه 71 66. فایتری میدونی چه فایتری پاپ MMA نیستی، تو فایتری پروفسیونالی هستی. تو من حریفای تو باید پروفسیونالی باشن. من فکر نه ببین من به خاطر به احترام مردم که این فایت رو میخوام ببینن، من و چهارشنبه، میفهمی چی میگم؟ همه منتظر این مبارزه، چون من الان این بازی رو بردم، خب حریف قوی رو بردم، حریف خوبی رو بردم، برای من مهم نیست الان با چهارشنبه بازی بکنم، میدونی چی میگم؟ من الان میتونم برم یه حریف قوی تر بردارم، ریتینگ خودم باز بیاد بالاتر. این شخص حریف منه، من برام فرق نمیکنه حریفم از ایران باشه، روسیه باشه، آمریکا باشه، حریف من من باید حریفمو ببرم، متوجه؟ من کاری به مردم پامیر یا اصلا واسه من فرقی نمیکنه، اینا مردم خود ما، میدونی چی میگم؟ اینا هم پارسن، هیچ فرقی نداره. ماشاءالله ما یک قوم، یک ملت از این همه یه قومیم، فرقی نمیکنه. من میدونم که حاضر در عین حال قهرمان فایت نایت در وزن 66 کیلو رفیق تو است، این نامش محمد امینوف است. اگر محمد امینوف کمربند رو نمونه، تو با دوست خود محاربه میکنی؟ نه نمیکنی. این مثل برادر منه، من هیچ وقت با محمد مسابقه نمیدم. محمد رکوردش الان 14-1، 3 بار کمربند فایت نایت رو گرفته. من فکر میکنم دیگه بعد از یک فایت بره داخل سازمان بزرگتر، یا همین الان با سازمان دیگه یا UFC قرارداد ببنده، بعد من میام کمربند 66 رو میگیرم انشاءالله. ماشاءالله. و حاضر در عین حال تو کجا میری با تیاری؟ با ایران میری یا با داغستان میری تیاری دیدن؟ من قول دادم کمربند رو بگیرم بعد برم ایران. آره من اینو نوشتم، قول دادم. حریف آینده ای تو ممکن که برای کمربند با تو جنگ بدن؟ کمربند 66 کیلو برایش که محمد امینوف 62 میرد کو میره یه سازمان دیگه. آره یعنی که کمربند رو میمونه وکن. آره میذاره، من میام بازی 4 رو میبرم، بازی 5 چون رنکینگ من میاد بالا. آره من میتونم سر کمربند بازی. از فایترهای ایران که جهانی هم کی رو زیادتر دوست داری؟ جنگ کی رو زیادتر دوست داری؟ حسن یزدانی کشتیگیر شیر. حسن یزدانی. از فایترهای MMA؟ من فایتر MMA ایران رضا مددی، یعنی رضا پسر خوبیه، امیر علی اکبری. یا امیر علی اکبری بله. دیگه چند تا دیگه هستن ولی خب دارن میگن ما ایرانی نیستیم، من خوشم نمیاد اسمشونو نمیارم. من از این آدما خوشم نمیاد. بهترین است که هویت فروختن که اونا دیگه نیستن. من خوشم نمیاد.
کنیم. مثل تو بودی شیر جنگی برای مردم ایرانی تبار ایرانی نژاد. من تا آخرین نفسم مثل شیر می‌جنگم. انشالله. میفهمی چی میگم؟ من ضربه خور زیر دندان من 80% من نمیتونستم نفس بکشم تو بازی، باید ماست. ولی من به عشق مردم پارس میجنگم تا آخر. همه بازی ها من میبرم. ماشاءالله ماشاءالله. بهترین تاجیکانی فارسانی تاجیک فایتر ها رو کی میشناسی؟ نورالله، من با نورالله آشنا شدم دیگه، با فایتری که تازه رفت توی یو اف سی کانترکت بست ولی بازیشو باخت. باشه. زروخ از سمرقند فایتر تاجیک زروخ اداشه. اون آره. زروخ اداشه و او هم صحبت دیگه نه فقط دیدم بازیشو. آره خوب بازی کرد. بزن که اینا. زروخ امیدوارم که موفق باش داخل بازی پیش رود. بازیت خیلی خوبه، موفق و پیروز باشی و به امید خدا پیروز میدان. ما فارسی زبانهای جهان با تویم. از تاریخی که ما داریم فارسان داریم، کدام قهرمان رو کدام پادشاه رو تو دوست داری؟ کوروش کبیر. برای چی؟ کوروش کبیر رو بزرگترین پادشاه ایران کوروش کبیره که ما همیشه داخل زبان پارس، مردم پارس به کوروش کبیر احترام میذاریم. من بختیاریم، درسته؟ من ایرانی، دیگر زبان من بختیاری. خب ما خیلی احترام میذاریم به کوروش و همیشه قدردان پارس و پارس دوستیم. کوروش تاریخ بسیار بزرگی داره و همیشه قدرت پارسی و نشون جهان داده. ماشاءالله. خیلی قویه و ما اگر خطا نکنم در سیلیف پنجی ما خونده بودیم درباره کوروش کبیر. کوروش اساسی خدمت کرده برای فارسی زبان جهان. اولین دولت فارسان را ساخته. اگر درست اولین دولت فارسان که پرسیا نام داشت، کلون بزرگ بود. محمد جان با یک سوال دیگر دارم. تا از شاعران، از نویسندگان فارس زبان، فارس تاجیک کی رو با دوست داری، کی رو با میدانی؟ فردوسی. شاهنامه. برای چی بهت محقول است از شاهنامه فردوسی؟ همه شاهنامه قشنگ. سهراب، قصه سهراب و رستم و سهراب. من قصه رستم و سهراب خیلی. من باشم نهایت قصه سیاوش رو دوست دارم. سیاوش. همه شاهنامه قشنگ. با تمام فارسی زبانان دنیا گفتم میخوام که حتما شاهنامه رو کشوید، بخونید و از شاهنامه رو بخونید. همیشه کتاب بخونید، شاهنامه رو بخونید، چیزای تاریخ پارس رو بخونید. ما بزرگترین تاریخ دنیا رو داریم. اصلا شاهنامه کتابی است که پس از پیدایش شاهنامه دیگر این ملت نمیشه از بین برد. تا زمانی که دنیا وجود دارد تا آخر زمان همین فرهنگ فارسی، هویت فارسی، زبان فارسی، شاهنامه اصلا وطن است. شاهنامه یک وطنی است که هزار ساله اومدن ما را یک خواستن نیست بکنن. هزار ساله بسال اومدن ما را چی منقیت چی کوچمانچی و یابایی و چنگیزی و دیگر و رومی و دیگر میخواستن نیست بکنن. یک چیز از ما از بین بردن نمیتونستن. یکی زبان ما پس از 100 سال باز ما را میکرد یک. بزرگترین کتابی که مثال از کتابای الهی نه، کتابای انسانی است، شاهنامه است که ما امروز یکی برادر ما چی از پامیر، چی از هرات، چی از تهران، چی از کرمانشاه، چی از کجای دنیا باشد، چی از داغستان، چی از دیگر از چین، از دیگر جا، از سمرقند، بخارا، تاجیکستان، از بخیا، از کجایی که هستیم، زبان ما رو یک میکنن. فرهنگ ما رو یک میکنن. فرهنگی که در ما آزادترین انسانایی. بله هستن در بین ما امروز که مخصوص هستن. این نفرها مثال اینا نمونه نیستن. مرد فارس، مرد تاجیک، مرد آزاد است و همه وقت برای آزادی انسانان مبارزه. شاعر دوست داشتنی همه مردم پارس فردوسیه، چون که فرهنگ رو نگه داشت، زبان ما رو نگه داشت. همونجور که فردوسی کن
بسی رنج بردم در این سال 30 عجب زنده کردم بدین پارسی. یعنی که من همه کار همه انرژیمو گذاشتم پارس به جا بمونه و همینجور همون ما هرچند دور باشیم ولی دور همین و این فرهنگ ما قلب ما یکیه. همیشه ما قلباً به هم نزدیکیم. کیلومترها دور باشیم مشکلی نیست ولی این فرهنگ انقدر بزرگه که ما همیشه با هم. بارک الله رحمتک الله. نهایت سخن‌های گرم جوشان گفتی برای بینندگان ما که تمام فارسی زبانان جهان که در جهان میبینن این اینترویو رو به همه درود و سلام میرسانیم و مسیج ما به شما آن است که وطن خود را دوست دارید، فارسی زبانان خود را دوست دارید و دستیار یکدیگر باشین و همه وقت محمد خیبتی را دستگیری کنید که در آینده در UFC بروید کانترکت کند. مرسی ممنون و کمربند UFC را انشالله من همین کارم میکنم و هدفم بلنده به همه این چیزا میرسم. در امریکا باشی در UFC در فایت نایت یکی گوان تاکی میسوری گپ تو باید فایت کنی با یکی از فایترهای همزبان خود، یعنی که فرض میکنی که از تاجیکستان که از سمرقند باشه تو با اونها میبری فایت میکنی داخل UFC جدی گپ نه میدونی که داخل UFC دیگه تو یه مراحلی باید فایت کنی. میدونی چی میگم؟ یه مراحلی مثلا به تو فایت میدن باید فایت بکنی داخل UFC ولی مثلا حریف فرقی نداره چی باشه. ما همیشه بعد از مسابقه به هم احترام میذاریم. ببین چهارشنبه الان پارسه، میدونی چی میگم؟ من اینو میگم پامیر پارسه، چهارشنبه پارسه، این همه زبان پارسی دارن. بله. بعد از مبارزه من به همه حریفام احترام میذارم، به هموطنا خودم که پارسن که دیگه بیشتر احترام میذارم و مخلص همشون هستیم. ماشاءالله. مرسی ممنون. ممنون برادر. کی نیت داری که به تاجیکستان بیای؟ چی بگم؟ کی نیت داری که به تاجیکستان؟ آه تاجیکستان؟ یه اوسوشی؟ اوسوشی؟ اوضاع من شنیدن خدمت دیدم. اینو بگیر نزدیک صدا نمیره. این نزدیکتر از اول بگو چون نمیره از اینجاست. خوب سلام علیکم دوستان عزیز. و علیکم السلام. خوب محمد جان خوش اومدی. مرسی. انا با میگم چای خونه خودت. مرسی. انا خوب صدا ما شنیدین با فکرم خدمت ناو دیدین. خورشید موردیم. محمد جان در تاجیکستان یک کوه به نهایت کوه بلند که در زمان شوروی کوه بلندترین بود. انا در دنیا هم در جای دوم قرار داره این کوه. یکی با کوه قطار کوه پامیر نام دارد. یکی در همون کوه پامیر نام داره. ما در دل پامیر زندگی میکنیم. درست. بابای ما در دل پامیر زندگی میکردن. من شنیدم پامیرات توی کوههای بلند زندگی بله ما در گرد کوه پامیر زندگی میکنیم. زیاد مردم هستیم. انا الان همین روزا برای که با کوه پامیر با کوه بلندترین ما قله اسماعیلی سامانی نام داره. این اسم ایرانیه دیگه. بله اسمی انا اصلا تاریخ خودمون اصلا شاهی بزرگ ما. درسته. ما میخوام که در آینده خدا کند وقتی امکانیت شود خودت بیای با تاجیکستان همون ناحیه‌ای که من زندگی میکنم. من میخواستم بیام هفته بله. قبل. خب اول با تاجیکستان کلش بعد دیدن بریم دیدن کنیم از همون کوه بلندترین چون که یک به مثل کوه البرز است. مثل کوه. چون که در او کوه در همون کوه وقتی که ما زندگی میکنیم دل ما بزرگ میشد. بله. که از کوه بلندتر چیزا دیگر نیستن. یکی دل چقدر کشاد چقدر زیبا دل شیر پیدا میشد. دلی که خودت دل شیر داری فکر میکنم که از اومدن خودت به کوه منم داخل کوه زندگی میکنم. بله. داخل 2600 متر شهری که من توش زندگی میکنم 2600 متر بلندترین ارتفاع بلندترین شهره که ما زندگی میکنیم. شهر ما بام ایران. بهترین سوال ما چی بود برادر؟ این دلی بزرگ این دلی که مثال خود داری هم از جهت دانش هم از جهت تاریخ شناسی هم از جهت هویت ملی کل اینا از کجا دست پیدا شد؟ کی بهت درس داد؟ به این میگن دل پارسی. خب بله. یکی که
پارس همیشه قویه. دو اینکه برادر بزرگ من علی اسمش همیشه به من آموزش داد، مربی من بود، استاد من بود، به من آموزش داد. من بختیاریم، دیگر زبان من بختیاری. ما مردم بختیاری داخل ایران همیشه شجاعیم و ما همیشه بختیاری داخل ایران فرهنگ پارسی رو به همه نشون میدیم. میفهمی چی میگم؟ ما همیشه پارس رو نشون مردم میدیم. ما یه کلاه خاصی داریم، یه کلاه لباسای قدیمی هستن، یه کلاه خاصی داریم، روی کلاهمون هم آرم پارسیه. میدونی چی میگم؟ آرم پارسیه. آره آرم پارسیه. و حتی ما داخل ایران بختیاری ها تهران رو تصرف کردن. تهران رو تصرف کردن ولی بعد تهران رو دادن به خود. خب در اینجا کم ترک روشنی می‌اندازم برادر. وقتی که در ایران روسا و انگلیسا وارد شده بودن، یک زمان ایران کم ترک سوس شده بود، وارد شدن و خواستن که و سیاست خودشون جاری کنن. خوب منطقه را زیر تصرف خودشون گرفتن. در همون حالت دیگه اولادای همین مردک انا سواره و کمانزنای بهترین هستن که اسوارای بهترین، کمانای خوب داشتن، خودشون تیار میکردن. یاروخوی نقص همینا اومدن و ایران آزاد کردن از دست هم انگلیس هم روس. آره بله اینا اولادای خود هستن. یعنی که این آتش ملت دوستی تاریخی ژنتیک در گذشته است. دقیقاً ما همیشه و یک چند جمله به ما بفهمون که چی چیزای بزرگی بود که از پدرت آموختی و چقدر خوشحال هستی که از بابا میگن شما پدر؟ بابا. آره از بابات آموختی. با دوربین نگاه بکنم بگو که چه چیزای خوبی که از اون نفر آموختی. پدر من همیشه وقتی که من ضعیف بودم اصلا به من کمک نمیکرد. اصلا وقتی میگفتم نمیشه یا چیز کمک نمیکرد، میگفت برو از اینجا برو. ولی وقتی سفت محکم راهم رو ادامه میدادم پدر من همیشه بهم کمک میکرد. میگفت مرد باید همیشه سفت و سخت و سنگین باشه، همیشه یادت باشه از کجا رفتی، از کجا اومدی، باید به همه یاد بدی پارس زبان، اینو باید به همه نشون بدی. حتی وقتی که بچه دار شدی به بچه خودت نشون بدی فرهنگ پارسی رو. پدر من آدم خیلی فرهنگ دوسته و همیشه به ما یاد داد به همه محبت بکنیم، با همه مهمان نواز باشیم. 4 برادر ما رو برد داخل سالن و به ما گفت که باید ورزش کنیم، قدرتمند بشیم. خب مادر عزیز فایتای خودت تماشا میکنه؟ مادر؟ بله. بعد اینکه بردم مادر نگاه میکنه. بعد که بردم خب مادر همیشه غمخواره، مادر همیشه دلسوزه، نمیتونه ببینه. یا من پدرم هم مثلا همون اول، مادرم همون اول میگفتن سخته، دوست ندارم مثلا تو آسیب ببینی یا ضربه. مثلا من زیر چشمم اینجوری شد دماغ. آره به من زنگ میزدن، من جلو دوربین رو میگرفتم، میگفتن حالت چطوره؟ میگفتن حالم خوبه، چیزیم نیست. یا مثلا وقتی منو میدیدن صورتم سیاه شده بودی، مادرم 5 دقیقه به 5 دقیقه زنگ میزد، میگفتم من هیچیم نیست، خوبم. خب وقتی هم که میخواست مسابقه منو ببینه چشاشو میبست یا مثلا بد میدید. خب مادر همیشه بهترین نعمت زندگی پدر و مادر از خانواده. خب پدر و مادرت چی گفتنی؟ دست پدر و مادرم میبوسم. هر چی داریم از پدر و مادر داریم. بهترین هدیه خداوند داخل زندگی آدم پدر و مادره. بهترین انسان هستن و از ما هم تشکر کنیم به اونا که چون این فرزندو تربیت کردن. مرسی. همسر داری؟ یعنی خانه‌دار شدی؟ نه من همسر ندارم. خب دخترای ایران پس از این ویدیو فکر که در تا این دم بسیاری ها برای چی می نویستنه
که جنگ کی میشه دخترها نه زیاد نفرها مثل مخلصا می نویسن که محمد کی جنگ میکنی فکر میکنم پس از این ویدیو دخترها نه من ازدواج نمی کنم تا 2-3 سال دیگه من میخوام من یه هدفی دارم. تو میدونی ما ایرانیا خب ما پارسا وقتی میخوایم زن بگیریم خب ما خیلی زن خودمون رو دوست دارم. میدونی چی میگم؟ من الان اگه زن بگیرم نمیتونم وقت بذارم بازم برم بیرون یا برم این طرف اون طرف. میفهمی چی میگم؟ آره من باید تمرکز کنم رو ورزشم. وقتی مثلا رفتم UFC میتونم زن بگیرم که وقت داشته باشم برای خانوم خودم. آره خوب فهمیدم. عاشق شده اینو؟ عاشق؟ بله. یه بار عاشق شده. چی شد عاشقی؟ انتظار است یا که عاشق یه دختر ایرانی بودم. گفت که میخواستم بیام داغستان. گفت یا ورزش یا من. گفتم که این حرف رو نزن. من هم تو رو دوست دارم هم باید این کار رو بکنم که درآمدی چیزی یه هدف من از بچگی من اینو شروع کردم. میدونی چی میگم؟ وقتی اون دختر با من بود من ورزشکار بودم و کار من خوشش میومد. بعداً گفت نه من خوشم نمیاد کار تو عوض کن. گفتم تو قبلا خوشت میومد الان خوشت نمیاد. بعد دیگه من اومدم داغستان اونم ما رو ول کرد. تمام شد. من به خاطر هدفم این کار رو کردم و اون کارش اشتباه بود چون میدونست من ورزشکارم. اول برام فکر میکنم نمیدونست که تو چقدر موفق میشه. من همیشه به خودم ایمان دارم. بله. و خانواده تو وقتی که شروع میکنی خانواده تو بهت ایمان نداره. مردم بهت ایمان نداره. باید اینو نشون بدی. همیشه زندگی اینه. میدونی چی میگم؟ زندگی وقتی نشون دادی همه بهت ایمان دارن. بعد این بازی که من بردم خیلی ها به من ایمان دارن. الان هم میگم من کمربند رو میگیرم انشاءالله. خب آرزویی که بودن که تا حال عملی نگشتن چی آرزو بودن؟ چه آرزوهایی که عملی نشدن؟ بله. خدا رو شکر من آرزوهایی که عملی نشدن کلش تا الان عملی شده بعدش هم عملی میکنم. بهترین. برای چی سوال دادم که آرزوی که عملی نشدن مقصد تا چی درجه ایکیو همین نفر رو تماشا کنید که آرزویی که عملی نشدن نیست. برای که تا وقتی که انسان زنده بله آرزوی عملی نشدن نمیمونه. یعنی که میتونه عمل کنه. برای عمل کردن باید کار کرد. یعنی هر کسی میخواد به چیزی که برسه باید زحمت بکشه. بله. من 1 سال و نیم خانواده‌مو ندیدم. خیلی دلم تنگ شده برای خانواده‌ام. ولی هدف دارم. باید به هدفم برسم. باید برم خانواده‌مو ببینم. بهترین. خب اگر لحظه‌ای نقل بکنی اگر لحظه‌ای بگو که در مکتب با معلمات بود یا که دیگر لحظه‌ای بودن که خاطرمان در خاطرت هست؟ خاطره؟ من داخل مدرسه خیلی بازیگو شیطون نمیدونم شما چی میگید. بله بله. آره درس نمیخوندم داخل مدرسه. برادر بزرگم منو همیشه میگفت درس بخون فلان. بعد رفتم خدمت سربازی. بعد خدمت سربازی خوب درس خوندم. یعنی عاقل شدم. یه خورده عاقل شدم. قبلش عاقل نبودم. بعد درس خوندم. ولی خب خاطرات داخل مدرسه خیلی دعوا کردم. اصلا همین چیزایی که نسبتی پیوتر یان و نسبت شلمنکو و دیگر گفتی خوبیه که مردم خودمون میبینن. اینا کلش اصلا ترشتوکن. آره دیگه اینا همش ترشتو که ما برنامه داریم رو همه این کارهایی که میکنیم رو برنامه ریزی انجام میدیم. دیدی چی میگم؟ خوب بهترینه. یعنی که آدم پروفسیونال که هست یعنی که حرفه‌ای است کارش حرفه‌ای انجام میده. بله. باید ما احترام بگذاریم. بله. در اصل دلی بزرگی این نفر دیده شما در اصل دیدین که نفر
چقدر آدمی خاکسار، یک دل انسانی داره. از همین سبب هم شده است که ما مثال امروز شدیم نزدیم برادر صحبت کردیم. اصلا وقتی که ما همراه خود در فایت نایت شناس شدیم اومدم فهمیدن بود. مقصد نیتی ما فهمیدن بود که در حقیقت همه آدم منه که جدی است یا که تنها همین مثال گپ ها میرود. در حقیقت دیدم من خودم باوری 100% دارم که در حقیقت این نفر ملت دوست است، انسان دوست است، کل ملت ها را دوست می‌داره. دقیقاً من همه ملت ها رو دوست دارم، فرقی نداره. برای ما پارسا همه مهمان نوازی. بله. ما پارسا همیشه هر ملتی باشه ما مهمان نواز همه هستیم، با همه مهربانیم، به همه خوبی نیکی دوستی، با همه خوبی و نیکی. نسبتی اکای بهردین همین قدر امسال فایتر رو زیاد وقتی که چی میگیرن ژورنالیست ها رو زیاد دیدی. آره. نسبتی اکای بهردین چی فکر رو داری از چی؟ نسبتی همین افکاری که میکنن. بهردین خیلی پسر خوبیه، خیلی پسر خوبیه دیگه. ممنون. بخیر نه؟ این چیزی که ما صحبت کردیم این افیر نمیبروه و صحبت ما زیادش. بهترین تحفه‌ای که سال 2020 به دست خود آمد این دل مردم خودت بود به فکر من. بهترین تحفه‌ای که بود. خب باز چی تحفه‌ای بود که سال 2020 به خودت هدیه کرد ما نمیدونیم. بردی بود که از فایت نایت بعد تمرینات سختی که داشتم من همیشه خدا رو شکر همه چیز میدونی 5-6 ماه همه چیز اتفاقای خیلی خوب برای من میفته و من همیشه میگم خدا رو شکر. همیشه یکی دوتا نیست، خیلی بله. اتفاقا هست که واسه من خیلی خوبه. خب کار میکنی بغیر از ورزش؟ نه من برادر بزرگم حمایتم کرد. بله. اون بهم پول داد اول، حمایتم کرد، دانشگاه میرم فلان و اون. و یگان دانشگاه ختم کردی؟ درس خوندی؟ دانشگاه الان داخل دانشگاه آره داغستان درس میخونم. در داغستان درس میخونم. آره. کدوم رشته؟ زبان روسی. زبان روسی. من همیشه باید یه فایتر هم باید درس خونده باشه، با سواد باشه، همین که خوب فایت بکنه. متوجه؟ بله. بعد یه فایتر هست خیلی خوبه بلد نیست صحبت بکنه. میدونی این نمیتونه ارتباط برقرار کنه با مردم. بله. من هم درس میخونم هم خوب تمرین میکنم، ارتباط خوب میتونم با مردم برقرار بکنم. واسه همین من همیشه درس میخونم. تا 10 سال دیگه من تو دانشگاه درس میخونم. انشالله بهترین. خوب خوش آمدی. از مرسی. خیلی شادیم. صحبت های دیگه را به دوربین میکنیم. مرسی ممنون. خوب سوال دادی با تاجیکستان کی سوال ببینیم؟ گفتم میخوام بینیم در تاجیکستان. خدا خواهد که با تاجیکستان سفر میکنیم محمد جان. من یک هفته پیش، یک هفته قبل 7 روز قبل میخواستم برم تاجیکستان. جانی بیگ رو میشناسین؟ جانی بیگ. جانی بیگ گفت بیا تاجیکستان اینا. جانی بیگ دوست خوب منه. خواستم برم تاجیکستان ولی گرانیتسا ذکرید نه؟ مرزا بسته است. مرزا بسته است. بعد قرار شد وقتی مرز باز شد بازی بعدی فکر کنم جانی بیگ بیاد اینجا. وقت اومد اینجا اگه اومد اینجا. جانی بیگ مرودوف با او چه خط شناس شدی؟ ما با هم داخل اینستاگرام خیلی وقت پیش با هم آشنا شدیم. جانی بیگ دوست اندیه. بعد دوست اندیه ما اندیه خیلی دوست داریم. بعد با هم خیلی دوست شدیم. خیلی با هم آره خیلی دوستان نزدیک هستیم با جانی بیگ. من محمد جان میشناسه جانی بیگ مرودوف. تو کی رو میشناسی؟ با کی دوستی رفیقی داری از حافظ خانای فارس زبان ایران؟ از فارس زبان ایران راستی ما با آرش یک مدت بود گروه کاری ما که از روسیه خواننده. بله با آرش ما یک پروژه داشتیم، پروژه کلام، جایی که من کار میکردم یک شرکتی روسی. وقتی همراهش صحبت کردیم که انگلیسی صحبت میکردم و خیلی صحبت خوب بود. همچنین سالی که یک 6 سال 7 سال قدیم‌تر بود. همراهش آمدم
سلام کردم و فارسی گفتم خب خوش اومدی. خیلی خرسند شد. خیلی آره خرسند شد. آره خب وقتی کم بود زیاد صحبت نکردم. اونم یکی از نفرایی است که ملتش دوست می‌داره، هرچند که درسته. راهی و مثال بگیم راهی صنعت و دیگر در خارج بزرگ شده است. خب از مردمی زیادتر از اون نفرایی که امروز در ایران زندگی میکنن اونا زیادتر دوستی و رفیقی دارم، چون که مردم ما یکی یک مشکلی هست برای مردم ما، مشکلی اصلا برای کلی جوانان اینا حس میکنن، جوانان که درس میخونن. زبان ما فارسی است، یکی تاجیکی فارسی هر کس چیز میگه، یکی فارسی گو داری بگو هر چی میگویی بگو، بهر من زبان مادری است همچون شیر مادر است. یکی هر چی میگن یک زبانه. یه زبان. خب زبان فارسی زبان فارسی است ختمون کریلیکی. کریلی. وقتی که ما تا یک درجه درس میخونیم کتابای بزرگ، چون که ملتی ما بزرگ است، دولتی ما امروز خورد، یعنی کتابایی که ما داریم برای درس خوندن با کریلی نوشته است، حروف کریلی تمام میشه، انجام میشه. که برای دانش بزرگتر آموختن ما باید زبان روسی بیاموزیم و در او کتابا را باید بیاموزیم. کتابای دیگری که برای زبان بزرگتر مثل دانش زیادتر آموختن. من فکر میکنم که من خوب راه درست انتخاب کردم. خواستم که حرف خودمون، حرف اصلی مثال خودمون یاد بگیرم، که با آموزم تا دولتی مثال فارس که امروز ایران یکی از دولت‌های ابرقدرت جهان است و در دنیا یکی از ملت‌هایی که بسیار عالم داده است به دنیا. بله. اینم دولت فارس است. بله. خب عالم‌های زیاد بهترین پزشکان بسیار کشف‌های کردن که ما باید در جاده علوم از اونا بیاموزیم و خط فارسی آموختن این خیلی بگیم که آسان‌تر است، چون یک زبان دیگر آموختن. برای اون وقتی که خطمون از ما گرفتن ما مجبور میشیم که با زبان دیگر بیاموزیم. برای وقتی زبان دیگر میاموزیم برای ما با 5 سال 10 سال دیگر لازم است. برای من فکر میکنم که چون راهی که من مثلا خواستم از مردم ایران بیاموزم، انا با یک مدتی بگیم کوتاه ما از اون بسیار چیزا رو آموختم در مسکو. اصلا ما با سیاست کار نداریم، اصلا با فرهنگ، با زبان، با تاریخ، با مثل سرکار که داریم بسیار چیزا آموختم. و همون انا فکر میکنم که هر یک مردی تاجیک که تاجیکستان چه سمرقند و بخارا چه در انا هیرات و کابل و در پنجشیر هستن، خیلی اونا که در پنجشیر و کابل و هیرات خوبتر با حرف فارسی میخونن. ما باید زیادتر بریم به ایران تا در منطقه‌های ایران دیدن کنیم، اونا بیان به منطقه‌های ما دوستی زیادتر باشد. از همین سبب ما زیاد دوستایی داریم که در طریق اینترنت با حرکت اجتماعی که ما داریم در آینده خودش نشان میده. درسته. من آخرین سوال دارم با محمد خیبتی. محمد برای چی نام تو پرسیسکی داگستانی است؟ پرسیسکی داگستانی است. دوستای من داخل داغستان خیلی فارس زبان است. داخل داغستان از زبان قدیم اونا داخل داغستان بودن. اونا اسم منو گذاشتن پرسیسکی داگستانی است. بعد خب یه سری چیزهای دیگه هم هست که من الان نمیتونم بگم، اینو بعدتر میگم در مراحل بعدتر وقتی رفتیم جلو. ولی خب من میخوام فرهنگ پارس رو نشونه جهان بدم با اسم، با این اسم پرس من نذاشتم فارس، پارس، ما پارسی. درسته؟ من با این اسم فرهنگ رو به همه یاد میدم. مرسی. خوب خوش آمدی. ران شما. همین خشین تماکتی از صورت گیریم. یک عکس گیریم. قبل نیست.